میدونی ذهن ما همیشه دنبال یه چیزه، راحتی. نه موفقیت، نه معنا، فقط راحتی. فروید یه جمله داره که میگه تمام رفتار انسان از یه میل ساده میاد، میل به اجتناب از درد و رسیدن به لذت. و این همون نقطه‌ایه که ذهن تنبل متولد میشه. فکر کن ما نمیخوایم کار سخت انجام بدیم چون ذهنمون میگه نرو اون طرف، اونجا درد داره. اما اون درد همون چیزیه که ما رو رشد میده. فروید میگفت ناخودآگاه مثل یه نگهبان محافظه‌کاره، نمیذاره بری سمت چیزایی که باعث اضطراب میشن. ولی نکته اینه، اون محافظ همون دشمن رشد توه. ذهن تو عاشق اینه که وانمود کنه خسته‌ای، بی‌انگیزه‌ای یا شرایط بده. اما واقعیت اینه که ذهن داره از رویارویی با خود واقعیت فرار میکنه. میدونی چرا اون کتاب رو نمیخونی؟ چرا اون پروژه رو عقب میندازی؟ چرا هر بار میخوای شروع کنی ناگهان حس بی‌حوصلگی میاد سراغت؟ چون ذهن تو میگه اگه حرکت کنم ممکنه شکست بخورم. فروید این رو مقاومت مینامید. مقاومت ناخودآگاه در برابر رشد. ذهنت میخواد تو در منطقه امن بمونی چون اونجا درد کمتری هست. اما فروید یه چیز دیگه هم گفت. اگر به اندازه کافی به اون مقاومت گوش بدی و بهش آگاه بشی، اون قدرتش رو از دست میده. بله، آگاهی همون سلاحیه که ذهن تنبل ازش میترسه. هر بار که یه تصمیم سخت میگیری، یه ذره از اون دیوار مقاومت فرو میریزه و اون موقع که میفهمی تو فقط یه ذهن تنبل نداری، تو یه ذهن ترسیده داری. ترس از رنج، ترس از شکست، ترس از تغییر. اما یادت باشه، همون ترسی که ازش فرار میکنی مسیر رشد توه. پس دفعه بعد که گفتی حوصله ندارم، یه لحظه مکث کن. با خودت بگو این واقعاً تنبلیه یا ذهنم از درد فرار میکنه. فروید باور داشت کسی که میتونه با ناخودآگاهش روبرو بشه در واقع با تمام جهان خودش روبرو شده. و تو همین حالا داری قدم اول رو برمیداری به سمت شناخت ذهنی که سالهاست فقط دنبال راحتی بوده. اما از امروز قرار نیست راحتی تو رو کنترل کنه. تو قرار خودت ذهن رو کنترل کنی. به قسمت بعد خوش اومد، جایی که میریم سراغ راز مقاومت ذهن. همون لحظه‌ای که ناخودآگاه شروع به دفاع میکنه و تو باید یاد بگیری چطور از اون عبور کنی. قسمت 2، مقاومت ناخودآگاه. گاهی وقتا حس میکنی یه نیروی نامرئی داره از درون میکشت عقب. درسته؟ نه ترس واقعیه، نه تنبلی. یه جور مقاومت درونی. فروید بهش میگفت مقاومت ناخودآگاه. دیواری نامرئی که ذهن میسازه تا از حقیقت محافظتت کنه، اما در واقع داره زندانت میکنه. ذهنت میترسه چیزهایی رو ببینی که سالها پنهون کرده. احساسات سرکوب شده، شکست‌های قدیمی یا حتی میل‌هایی که بهشون اعتراف نمی‌کنی. میخوای بدونی چرا وقتی میخوای تغییر کنی ناگهان حس بی‌انگیزگی میاد سراغت؟ چون ناخودآگاه داره میگه نه، اونجا خطره، برگرد. اما فروید یه چیز عجیب گفت. هر جا مقاومتی هست، همون جاست که باید کاوش کنی. هر بار که حس میکنی نمیتونی ادامه بدی، اون لحظه در واقع داری به لایه‌ای نزدیک میشی که حقیقت درونت اونجاست. ذهن تنبل در اصل ذهنیه که از مقاومت خودش شکست خورده. ولی ذهن آگاه کسیه که به اون مقاومت لبخند میزنه و میگه من میدونم تو فقط میخوای ازم محافظت کنی، ولی من ادامه میدم. اگه بتونی از مقاومت عبور کنی، به مرحله‌ای میرسی که فروید بهش میگفت آشتی با ناخودآگاه. یعنی خودت رو با تمام ضعف‌هات بپذیری. و اون لحظه ذهن دیگه دشمن تو نیست، متحد توه.
در قسمت بعد میریم سراغ مکانیزم‌های دفاعی، اون ابزارهای پنهانی که ذهن استفاده میکنه تا واقعیت رو قشنگتر نشون بده ولی با یه قیمت سنگین. قسمت 3، فریب ذهن. فروید میگفت ذهن استاد فریب دادن خودشه. و راست میگفت، چون ما هر روز خودمون رو فریب میدیم فقط برای اینکه راحت‌تر زندگی کنیم. به اینا میگن مکانیزم‌های دفاعی، مثل انکار، فرافکنی یا توجیه. ذهن ما با این ابزارها واقعیت رو تحریف میکنه تا کمتر درد بکشه. انکار میگه مشکلی نیست، توجیه میگه شرایطش نبود و فرافکنی میگه تقصیر بقیه است. ولی پشت هر کدوم از اینا یه ترس عمیقه، ترس از دیدن خود واقعیمون. فروید باور داشت که انسان تا وقتی با مکانیزم‌های دفاعی خودش روبرو نشه آزاد نمیشه. ذهن تنبل فقط یه ذهنیه که خودش رو با دروغ‌های قشنگ سرگرم کرده. اما لحظه‌ای که میگی آره من اشتباه کردم، اونجا معجزه اتفاق میفته. چون ذهن دیگه نیازی به دفاع نداره، اون آماده ی رشد شده. پس دفعه بعد که دیدی داری چیزی رو توجیه میکنی، یه لحظه سکوت کن. اون لحظه سکوت شاید همون لحظه آزادی باشه. در قسمت بعد فروید ما رو با 2 نیروی بنیادی آشنا میکنه: اصل لذت و اصل واقعیت. نبرد ابدی بین راحتی و رشد. قسمت 4، جنگ لذت و واقعیت. از همون لحظه‌ای که به دنیا میای یه جنگ درونت شروع میشه. جنگ بین چیزی که میخوای و چیزی که باید. فروید به این میگفت اصل لذت در برابر اصل واقعیت. ذهن ما همیشه میخواد لذت فوری رو انتخاب کنه. خواب بیشتر، کار کمتر، رهایی از درد. اما جهان واقعی هیچ وقت اینطوری کار نمیکنه. ذهن تنبل برده اصل لذته. اون میگه الان بخواب، فردا شروع کن. اما من آگاه که در درون توه زمزمه میکنه اگه بخوای رشد کنی باید با درد کنار بیای. فروید میگفت بلوغ واقعی یعنی ذهن یاد بگیره واقعیت رو تحمل کنه بدون اینکه فرار کنه. بله، گاهی رشد یعنی انتخاب سخت، یعنی لذت کمتر اما معنا و قدرت بیشتر. اگه بتونی ذهنت رو آموزش بدی که لذت کوتاه مدت رو قربانی هدف بلند مدت کنه، اون موقع ذهن تنبل میمیره و یه ذهن تازه متولد میشه. ذهنی که به جای فرار از درد ازش برای سوخت رشد استفاده میکنه. قسمت بعد پایان راهه یا شاید شروع یه راه جدید. جایی که فروید میگه رهایی فقط وقتی میاد که خودت رو بشناسی. قسمت 5، رهایی از ذهن تنبل. تمام این مسیر فقط یه هدف داشت: شناختن چیزی که سالها در سایه پنهون بوده، خودت. فروید میگفت تا وقتی ناخودآگاه آگاه نشه، سرنوشت تو رو هدایت میکنه و تو اون رو تقدیر مینامی. یعنی تا وقتی نفهمی چرا فرار میکنی، چرا خسته ای، چرا انگیزت میره، ذهنت کنترل زندگی تو در دست داره. اما حالا تو دیدی که ذهن تنبل در واقع ذهنیه که از درد فرار میکنه. دیدی که مقاومت و دفاع فقط نقاب‌هایی برای ترس‌ها مونن. و حالا تو آزادی. آره، هنوز هم سختی هست، هنوز هم تردید هست، اما فرقش اینه که دیگه ازش فرار نمی کنی. تونی میدونی هر بار که با مقاومت روبرو میشی یعنی در مسیر رشد هستی. هر بار که ذهنت میگه بیخیال، فرشیدید، یعنی داری به نقطه‌ای نزدیک میشی که واقعاً مهمه. فروید شاید 1000 سال پیش زندگی کرده باشه، اما صدای اون هنوز توی ذهن همه ما زمزمه میکنه. اگر شجاعت دیدن خود را داشته باشی، هیچ نیرویی نمیتواند تو را متوقف کند. پس نفس عمیق بکش. ذهن تنبل رو کنار بگذار و با آگاهی
با درد، با رشد یکی شو. این رهایی است. پایان فصل اول. ذهن تنبل از نگاه فروید. میدونی هر بار که کانال رو حمایت میکنی داری کمک میکنی تا یه نفر دیگه هم خودش رو پیدا کنه. پس لطفاً لایک کن، به اشتراک بذار و بنویس برات کدوم بخش بیشتر تأثیر گذار بود.